رئیس جمهور افغانستان میگوید تامین صلح در این کشور نه تنها مسئله ملی بوده بلکه در عین حال یک مسئله بین المللی است. اشرف غنی احمدزی به روز جمعه در یک نشست مشترک خبری با دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا در کابل گفت تامین صلح و ثبات در یک کشور به یک چوکات منطقوی که از سوی قدرت‌های بزرگ بین المللی حمایت شود نیاز دارد. آقای احمدزی گفت جامعه جهانی باید زمینه را برای تامین صلح پایدار در این کشور فراهم سازد و از حکومت بریتانیا خواست تا به تلاش‌هایش در راستای تامین صلح در افغانستان ادامه دهد و در این خصوص به موثریت روابط بریتانیا با کشورهای آسیای جنوبی و به خصوص پاکستان اشاره کرد. ان شاء الله تعالی ایموگ ملی هدف چې پایدار صلح ده دوی په مرستو به اجراسی او د برخې کې له هغو تاریخي اړیکو نه چې دوی جنوبي آسیا سره په عام توګه او موږ ګاونډي پاکستان سره په خاص توګه لري موږ استقبال کوو او غواړو چې ټول په مخه لاړ سو. اشرف غنی احمدزی یک شنبه به تاریخ 7 میزان سال جاری مراسم تحلیف را به جا آورد. پس از آغاز رسمی کار رئیس جمهور جدید، دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا اولین مقام بلندرتبه غربی است که به هدف دیدار و گفتگو با رهبری حکومت جدید افغانستان به کابل سفر می کند. رئیس جمهور احمدزی از کمک‌های بریتانیا با نیروهای امنیتی افغان و بنیادگذاری نهادهای امنیتی و آموزش این نیروها قدردانی کرد. آقای احمدزی افزود که این کمک‌ها سبب می‌شوند تا نیروهای افغان بیشتر مسلکی شوند و از ظرفیت بهتری برخوردار گردند. تلاش‌ها برای تامین صلح در کشور مسئله است که از زمان حکومت حامد کرزی به میراث باقی مانده است. به باور کارشناسان با وجود تلاش‌های فراوان، حامد کرزی نتوانست همکاری کشورهای منطقه و جهان را در راستای تامین صلح در افغانستان جلب کند. رئیس جمهور احمدزی در اولین سخنرانیش مانند رئیس جمهور کرزی باز هم مخالفان مسلح را دعوت به اشتراک در مذاکرات سیاسی کرد. در همین حال دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا در نشست مشترک خبری با رئیس جمهور افغانستان گفت که کشورش برای ایجاد یک افغانستان مرفه و باثبات تلاش می‌کند. آقای کامرون گفت به این هدف سالانه 178 میلیون پوند کمک به نیروهای امنیتی افغان را تا سال 2017 میلادی ادامه می‌دهد. We will continue to support the development of the Afghan forces. ما به کمک‌های خود برای پیشرفت نیروهای امنیتی افغان ادامه می‌دهیم. البته این کمک‌ها از طریق نقش رهبری کننده ما در اکادمی آموزش نیروهای امنیتی افغان در کابل به پیش خواهد رفت. برای اینکه در بخش‌های معارف، صحت و سایر عرصه‌ها دستاوردهای 10 ساله حکومت افغانستان حفظ شوند، سالانه تا سال 2017 میلادی 178 میلیون پوند با افغانستان کمک خواهیم کرد. بریتانیا پس از آمریکا دومین کشور است که بیشترین تعداد اساکر را در چوکات آیسف یا نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان دارد. این کشور در 13 سال گذشته در افغانستان در بخش مبارزه با تروریسم و مواد مخدر سهم فعال داشته است. قرار است تا پایان سال 2014 میلادی نیروهای بریتانیایی از این کشور خارج شوند، اما نقش آموزشی این نیروها در افغانستان ادامه خواهد یافت.